همه چیز از یک پرسش ساده شروع شد. آیا میشه سرگرمی رو به دنیای دیجیتال بیاریم؟ در دهه 1950 و 1960 زمانی که کامپیوترها هنوز در مراحل ابتدایی بودند و بیشتر به عنوان ابزارهای محاسباتی علمی استفاده می‌شدند، تعدادی از مهندسین و دانشمندا به این فکر افتادند که میتونن از قدرت و پردازش کامپیوترها برای ایجاد سرگرمی‌های تعاملی هم استفاده کنند. اولین تلاش‌ها برای ایجاد بازی‌های کامپیوتری بیشتر شبیه به پروژه‌های تحقیقاتی و آزمایش‌های علمی بود. برای مثال در سال 1958 یک فیزیکدان آمریکایی به نام ویلیام هیگنباتم یه بازی به نام تنیس فور تو یا همون تنیس برای 2 نفر رو روی کامپیوترهای آزمایشگاه خودش ایجاد کرد. این بازی با استفاده از یک اسیلوسکوپ و قطعات الکترونیکی ساده طراحی شده بود و بازیکنان میتونستن توپ را با استفاده از کنترلگرهای ساده به سمت همدیگه پرتاب کنند. این بازی بسیار مورد استقبال قرار گرفت و به عنوان نقطه عطفی در تاریخچه بازی‌های کامپیوتری به شمار میره. در دهه 1970 با پیشرفت تکنولوژی و ورود کامپیوترهای کوچک و البته ارزان‌تر، اولین بازی‌های آرکید به وجود اومدن. بازی به نام پونگ که توسط شرکت آتاری در سال 1972 عرضه شد، یکی از اولین و مشهورترین بازی‌های آرکید بود که موفقیت تجاری قابل توجهی هم به همراه داشت. این موفقیت نشون داد که بازی‌های کامپیوتری میتونن نه تنها جالب و سرگرم کننده باشن، بلکه پتانسیل تبدیل شدن به یک صنعت پرسود رو هم دارن. اینجا بود که کنسول‌های خانگی شروع کردن به رشد و توسعه. نسل اول کنسول‌های خانگی با کنسول مگناووکس اودیسه در سال 1972 معرفی شد. طولی نکشید که کنسول محبوب آتاری 2600 که احتمالاً خیلی باهاش خاطره دارن به عنوان نسل دوم کنسول‌های خانگی در سال 1976 معرفی شد و تبدیل شد به یکی از پرسودترین و پرطرفدارترین کنسول‌های اون زمان. The game is اما این موفقیت زیاد ادامه نداشت، چرا که اون زمان به دلیل اینکه بازی‌های کنسول‌ها خیلی کم بودن و آتاری تعداد زیادی کنسول با بازی محدود رو راهی بازار کرده بود، طبیعیه که مصرف کننده ها از بازی‌های تکراری آتاری خسته بشن. بنابراین اینطوری شد که سال 1983 به طور خاص سال سقوط صنعت بازی‌های کنسول خانگی نام گرفت. آتاری توی این سال مجبور شد چند تا از استودیوها و کارخانه‌های خودش رو تعطیل کنه. و اینجا بود که یک شرکت دیگه پا به عرصه کنسول‌های خانگی گذاشت که احتمالاً همتون اسمش رو میدونید. بله درسته، اون شرکت اسمش هست نینتندو با کنسول نینتندو اینترتینمنت سیستم با علامت اختصاری NES که اومدن نسل سوم کنسول‌های خانگی را با بازی معروف سوپر ماریو وارد بازار کرد و موفق شد مجددا این صنعت را احیا کنه. توی همین دوران بود که سگا هم وارد صحنه شد و تبدیل شد به رقیب سرسخت نینتندو و این رقابت تا سال 1987 ادامه پیدا کرد. که هر دو شرکت نینتندو و سگا کنسول‌های خودشون رو ارتقا دادن و نسل چهارم کنسول‌ها ظهور کرد. نینتندو با کنسول سوپر نینتندو اینترتینمنت سیستم با علامت اختصاری SNES با محبوبیت بالا و بازی‌های متنوع و معروف و سگا با کنسول سگا جنسیس و بازی‌های معروف و محبوبی مثل سونیک بازار را قبضه کردند و انقلابی توی این صنعت به وجود آوردند.
سال 1993 بود که یک شرکت معروف جای خودش را توی این صنعت باز کرد. این شرکت کسی نبود جز شرکت سونی با کنسول معروف پلی‌استیشن که موفق شد نسل 5 کنسول ها را بسازه. تفاوت نسل 5 با نسل 4 بازی‌های سه‌بعدی با گرافیک جذاب بود که در زمان خودش موفقیت بی‌نظیری داشت. همچنین شرکت نینتندو هم کنسول نینتندو 64 را راهی بازار کرد که بازی‌های سه‌بعدی داشتند، اما متاسفانه موفق نشد که با سونی رقابت کنه. و اما میرسیم به نسل ششم و انقلاب بزرگ در سال 2000. توی این سال سونی با کنسول فوق‌العاده خودش یعنی پلی‌استیشن 2 وارد بازار شد و تونست رکورد پرفروش‌ترین کنسول تاریخ را از آن خودش کنه. این کنسول تا به حال بیشتر از 160 میلیون عدد فروش داشته که رکورد بی‌نظیری توی این بازار بوده و هنوز هم این رکورد شکسته نشده. Get me close, CJ! I'm about to pop these fools! Roll up on them, CJ, so I can get a shot! در سال 2005 بود که شرکت مایکروسافت هم وارد عرصه شد. این شرکت با عرضه کنسول ایکس باکس 360 آغازگر نسل هفتم کنسول ها شد و در ادامه شرکت سونی با پلی‌استیشن 3 و نینتندو با کنسول وی با مایکروسافت وارد رقابت کنسول های نسل هفتمی شدند. توی این نسل بازی‌های آنلاین و کنترلگرهای حرکتی به محبوبیت رسیدند. بین این سه تا میشه گفت که کنسول ایکس باکس 360 مایکروسافت موفقیت بیشتری نسبت به رقباش پیدا کرد. Escuela is known in this province. He was a revolutionary once, but then he went to York and attacked that pocket. و اما سال 2012 و ظهور کنسول‌های نسل هشتم. توی این نسل هم همون سه شرکت قبلی با همدیگه رقابت داشتن. سونی با پلی‌استیشن 4 و گرافیک خیره کننده و با کیفیت و پشتیبانی از کنترلگرهای حرکتی و VR یا همون واقعیت مجازی. مایکروسافت با کنسول ایکس باکس وان و تمرکز روی خدمات آنلاین و نینتندو با کنسول هیبریدی سویچ تونستن مجددا بازار رو دست بگیرن و تا سال 2020 نیازهای کاربران رو برآورده کردن. Yeah, there's a girl. That guy. The agency is stepping up to questioning because of your moronic antics down at the coroner's office. We need to get him out of there before he blabs. I did what Agent Norton said. Behind you, brother! در سال 2020 کنسول‌های نسل دومی وارد بازار شدند. سونی با کنسول محبوب پلی‌استیشن 5 و مایکروسافت با کنسول ایکس باکس سری ایکس و اس با گرافیک بی‌نظیر و سرعت عمل بالا تجربه گیمینگ پیشرفته و منحصر به فردی ایجاد کردند. Arrived at your doorstep. Try exit. Might be clear. We'll meet you there. Eyes up, you got company. Watch out, lady. این کنسول‌های نسل نهم هنوز در حال توسعه هستند و هر روز با بازی‌های جدید با گرافیک فوق‌العاده بی‌نظیر برای این کنسول‌ها راهی بازار میشن. Mr. President, Shinra has a bright future. به نظرتون این نسل‌های کنسول‌های خونگی تا کجا قراره ادامه پیدا کنن؟ چیزی که مشخصه
ادامه این صنعت به سمت تکنولوژی‌های جدید مثل VR یا واقعیت مجازی و AR یا واقعیت افزوده بیشتر از قبل در حال حرکته. شرکت‌های عرضه کننده باید بتونن با نوآوری و تکنولوژی بالا از رقباشون سبقت بگیرن تا بتونن توی این صنعت فوق‌العاده رقابتی باقی بمونن. این صنعت از روزهای اول با بازی ساده پینگ پونگ تا امروز با بازی‌های پیچیده و زیبا همیشه در حال رشد و تحول بوده. لطفاً پیشبینی خودتون رو از آینده این صنعت برامون کامنت کنید و بگید که محبوب‌ترین بازی کامپیوتری که تا حالا بازی کردید چی بوده. ممنونم که تا اینجا با ما همراه بودید. لطفاً فراموش نکنید که کانال ما را سابسکرایب کنید.